سلام دوستان عزیزم. این بار می خواهم روش آوردن اسم الله جل جلاله را در روی صفحه ورد در کامپیوتر براتان آموزش بدهم. ما چگونه می توانیم بدون از اینکه کلمه الله جل جلاله را در صفحه وردمان تایپ بکنیم از طریق شارکت ما در روی صفحه کامپیوتر نمایش بدیم. تا آخر ویدیو با ما باشید تا از این روش معلومات حاصل نمایید. در ابتدا کلمه FD را تایپ میکنیم در روی صفحه وردمان. بعدا کلیدهای Alt و X را همزمان فشار میدهیم. بعدا Alt X را فشار میدهیم که برای ما نمایش میدهد. لطفاً تا آخر با ما باشید تا از تازه ترین آموزش های ما با خبر شوید.